همه جو سلام صبح بخیر. سلام. همه بچه ها بخیر. بعد از یه رانندگی 8 ساعته از تهران تا تو اینجا خیلی هم خوش گذشت، اصلا هم خسته نیستیم. آره من میگم شما باور کنید واقعا بیشتر مسیر آوری زحمت کشیدن نشستم با که یه چرت ریز زدیم، یه داریم صبحونه بزنیم. یه صبحونه بزنیم جا همین جان لوکیشن کجاست؟ ما رو کجا داریم میبینی عزیزم؟ سکرت بمونه تا بریم اونجا. سورپرایزه. آره، یه ویدیو بگیریم ببینیم در چه حسابی وضعیتی. خسته ایم واقعا. آره بچه‌ها یه ماهیگیری توپ داریم این قزلالا. یه برنامه فروش بزنیم یه سفر خیلی خوبی میشه. هوا و شما 2-3 روز هستیم، 2-3 روز کمپ میزنیم و ماهیگیری فقط در روز رو انجام. با همه باشید. کجا میبرید داداش؟ سکرت بمونه تا برسیم اونجا، بعد به صورت سورپرایز خب شاید رونمایی کردیم. شاید چیه دیگه؟ بچه‌ها منتظرن. بچه‌ها منتظرن. خب پس یه رونمایی راهمون که درازه، بچه‌ها متوجه شدن. داریم میری مرس ان شاءالله. کجا میریم؟ میریم استان زیبای چهارمحال و بختیاری. به خیلی زیباست. خیلی زیباست. همین چون من دفعه اولمو میام. چرا که سفر خوبی باشه ولی جان. خب تیم ما هر وقت رفته خوش گذشته خدایی. آره خدایش. جای درست ماهیگیری فرمونه هست. درسته. تا ماهی هم بزنیم خوش می‌گذره دیگه کامل. آره 90% داستان با هم بودن است. درست. و جای محمد جان هم خیلی خالیه. جای آلفرد خالیه. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم لب رودخونه. منظرش هم فوق العاده قشنگه. منظرش خیلی جالبه. میریم کم کم پایین آب. آبم خیلی زلالات تر و تمیزه. جایی بسیار بکر و زیبا. خب بچه‌ها موافق باشیم بریم برای اسپین ببینیم ماهی چی داره. منتظرم امیر جانم بیاد. داره لباس عوض میکنه آماده میشه ماشین رو ببنده و بیاد. یعنی من 100 دفعه به تو گفتم امیر میای لب آب کامل و آماده بیا. همیشه لب آب. این سفر رو گفتم میایم اینجا قشنگ فلور ملور سر فرصت. خب نخ بخ میزون. بعد خیلی جای قشنگی ها. دیر اومدیم ما باید اول صبح بیام. ما قرار بود بریم اتاق بگیریم یه سویت بگیریم بخوابیم. گفته الان اومدیم. تا ذوق اسپین نمیذاره دیگه. آب چرا گیر شد امیر؟ یا شانس داریم ما. بچه‌ها میخوام بریم به سمت بالا دیگه. میریم اون سمت. بریم به سمت بالا اسپین کنیم ببینیم بالا چه خبره. با اینکه آب فعلا گله، حالا احتمالاً بالا دست کسایی هستن که دارن آب گل میکنن یا شیلاتی که بالا هست داره لایروبی میکنه و این مشکل داره درست میکنه. آب باید صاف و زلال باشه. این کارو سخت میکنه. پس میریم بالا دست اونجا اسپین کنیم. بله مسافرم هستی این اطراف. ما از اینا رد میشیم میریم بالاتر. بیا نه راه نمیدن. اونجا فکر کنم مردابه. نه اونجا مردابه نمیشه رفت. برو بچه ببین جای تازه است. اینم راه نمیده. نه مردابه آدم پایین میره.
اونجا باستایی نبود میرفتم، کفش مناسب نداشتم دیگه. اصلا دارم یه جور بکش برو پای همیشگاه. چی میگه؟ اوه پاره میکنه همین رو، مواظب باید پوست بدنت باشه. آه دست خب هرچی من بودتر باشه همین جان بهتر، درسته؟ برگشتیم جای قبلی. بچه ها میریم پایین دست، چون پایین دست مشکلات زیاده. توی مپ نگاه کردیم پایین باید نتیجه بهتری بده. همین جون بیا خواب بریم. آقا بابا همین میگه کفش چه سره؟ آره گله. من دقیقا خودم رو گلم الان. قشنگ پا نیم متر میره تو. پایین بریم اون طرف. اوکی نکنیم. یعنی به خاطر این چیزا آب گل میشه. این از کجا داری میری؟ کفشم خوبه مناسبه. میریم واسه کجاست؟ اینجا بخوایم کارت ما بود از پایین دست شروع میکردیم میریم بالا. خودمون داریم گل میکنیم. صبرله مقدش کنه عید جان دشت اول رو زد ماشاءالله. دست خوش داشت وحید. دشت امروزمون اولیش چراغاش روشن کردی. بریم که روز خوبی رو داشته باشی. این کوچولو هم رهاسازی بشه. آروم نباش چرا وحشی کنیم؟ وحشی خوبه. دی آروم و قرار نداشته باشه خوبه. اینجا این بچه هم راه حسازی کنیش بله همه سر حال میره. آره این اوکی میشه میره. آقا پاشو دیره. این خروس داره میخونه پاشو بریم ماهیگیری. از ساعت 4:30 صبح یه دم پاشو گوشی تلفن من همه یا پاشو الان ساعت 7 میکشه ماهیگیری. پاشو دیگه الان بریم ماهی دارم میاد فقط صبحونه بخورم بریم بشین صبحونه بدیم.
از بذار پشتش من بگوامش تو شد. بذار پشتش. خوبه زدیش بیا. از تو جوب ماهی میگیری؟ از تو جوب انقدی. باری کرد. خوبه. یه دل خوشگل تقدیم به نگاه زیبات. ماشاءالله امین. پشت سرم. بذار بریم کمکت کنم صاف. چی؟ اومدم باش. بذاریم دشت بیارم صاف کن. بابا امیر جان سخت مشغول ماهیگیریه بچه‌ها. امیر جان فیلم از منطقه براتون میگیرم بچه‌ها. پر شیلات اینجا. آب هم سطحش خیلی پایینه. آب شیلات چون صافه تمیز سر ماهی میزنه. اون بر که آب اصلی رودخونه است از ماهی خبری نیست، آب گله. اینجا هم ناقانه. اولین تجربه ماهیگیری من امیر جان بود که این آب میره به رود کارون میرسه. رود کارون هم رفتیم از اونجا خبری نباشه باید برگشتیم. امیر سخت در تلاش ماهی بگیره. تومه‌های مختلف امتحان میکنه. ببین اتک داری اصلا؟ اتک داری؟ ناقان مردمان بسیار مهربان و خونگرم داره. بچه ها خیلی مهمان نواز هستن، خیلی آدمای خوبی هستن. دمشون گرم. خیلی حال کردم باشون. دیشب یه جا استراحت کردیم. خیلی بهمون خوش گذشت. خدایی خیلی بهمون محبت داشته. دمشون گرم. خب امیر جان بریم جای دیگه بابا. بیا برو. خب اینم اون ناهارمون. امیر جان با این دست چند تا گرفت دیگه. واسه ناهار نگه داشت. دست دهنت پر امیر جان. این صدا خیلی حال میده نه؟ آره. بچه ها آب خیلی پایینه، شرایط اصلا خوب نیست. اونجور که توقع داشتیم پیش نرفت کار. ولی خب خیلی جای قشنگی بود. گشتیم حالشو بردیم. امیدوارم که شما تو این ویدیو این سفر از با ما سهیم باشید. دیگه ناهار رو می‌خوریم کم کم برمیگردیم و که آماده میشیم برای رفتن به تهران. غذا رو بذاریم. چی؟ بگو دیگه همینجا نمیایم. آره دیگه همینجا نمیایم. ناقان دیگه نمیایم. چرا همین؟ کجا ماهیگیری می‌کردی بگو؟ ببین سید باید تو رودخونه انجام بشه. تو یه جای بکر. واقعا. ولی خب ما 6-7 تا سید داشتیم. همه رو از تو کانال‌های خروجی پرورش ماهی گرفتیم. یعنی رودخونه اصلا تعطیل بود واقعا. یعنی آبی نداره رودخونه که اصلا بخوای از رودخونه بری. آره. از رودخونه می اومدیم آب آنچنانی نداشت. اون جاهایی هم که چاله‌های خوبی داشت عمیق بود آبش گل بود. اصلا به درد نمی‌خورد. واقعا. ما هم که خب کلا اصلا تو کار انتظاری نیستیم. تمام اسپین کردیم. درست. یه مجبور شدیم دیدیم هیچ خبری نیست. مجبور شدیم بیایم کانال‌های خروجی پرورش ماهی رو بزنیم. اونم 6-7 تا سید به ما داد که اصلا اونو من ماهیگیری نمیدونم. شما همین یه شما امیر جان فکر این سمتی بیام. شما امیر جان زحمت رو کشیدی تو این سفر. فدات بشیم. حالا هدف تفریح بود دیگه. گشتی حالش بود. کردیم. این ماهی را کجا داریم بود دقیقاً از اینجا آره؟ ببینید ماهی اصلی همین جوبایی میومدید بچه‌ها. یعنی فروجیه پرورش ماهی از اونجا میاد ماهی این بغل بودن. یعنی ما تو رودخونه ماهیگیری می‌کردیم. ماهیگیریمون اینجا داشت انجام می‌شد. خب قطعاً امیر جان این ماهیگیری دوست نداشت. آره روزی هم رفتن بهت خوش گذشت. جان بهت خوش گذشت اصلا. آره در کنار شما این
بساط، این طبیعت چرا خوش گذشت و این میشه خوش نگذشت. جایی که خالی اینجا؟ جای همه اون دوستایی که نیستن خالی. بله. آلفرد عزیز، آلفرد و آقای نصیری. بچه دوستتون دارم، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. همتون به خدا میسپارم. ان شاءالله تا ویدیو بعدی، لوکیشن جدید، جای جدید و ماهیای بهتر. خدا نگهدار.